سلام دوستا، خوش آمدید به یک ویدیو جدید. خدا کنه که جور صحتمند باشید. امروز ما برای شما یک سورپرایز داریم، یک ویدیو جدید که همکار ما تهیه کرده و برای شما میگم. سلام دوستا، در هر جای دنیا که هستین جور صحتمند سر حال باشین. علی حسن هم که گفت امروز تصمیم داریم بریم یک ویدیو از داخل شهر بگیریم. داخل یک شهر است به نام شهر هنو دیگه. آره، دو سه روز دیگه مانده در سال نو میلادی. انشالله سال نو میلادی رو پیش برای همه‌شون دوستا تبریک میگیم. یک سالی خوبی داشته باشین. آره دیگه، الان شما باز مو همراه باشین ببینین چی کار خواهد شد. بله دوستا، وایناختن گرفت شد منتظر یک سال نو مانده. جنب و جوش آلمان، شهرهای آلمان رو ببینیم که چی رقمه. خیلی جالبه دوستا. همطور گفتیم در راستیم مریم طرف شهر انشالله. آره دوستا، الان ما حسن هم در مسیر راستی میریم طرف شهر. یک شهر به نام هنو میگه، نزدیک است. البته شهر بزرگ هم نیست، یک شهر کوچیک هم نیست، یک شهر متوسط است. میخوایم با حسن امروز بریم یک ویدیو جدید برای شما تهیه کنیم. باز ما همراه باشیم ببینیم تا آخر چی میشه. البته هوا خیلی سرده دیگه. آره سادم دیگه 6 میشه، نه 6. آره دیگه الان اینجا خیلی سریع هوا تاریک میشه و دیگه در زمین زیاد چیم هسته، نبل هم هسته، همین چی ابر چنگ به حساب موشمی چنگ زیاده. میبینیم مسیر رو کلان تاریک میزنه، کلان چنگه. اینش که میشه وقت چنگ نه. حالا بریم ببینیم شهر نزدیک وایناختن کرد شد دیگه مرتضی. آره وایناختن کرد شده، ولی سال نو میلادی دو سه روز بعد سال نو میشه دیگه. آره بریم برای دوستا چند ویدیوی تهیه کنیم و ببینه که اینجا فرهنگ مردم چطوریه، چه رقم هسته. باز ما همراه باشن دوستا. دیگه دوستان ببینن فرق آلمان هست که خودش شاید بره شهر رو دیدار کنه و کسایی نیست بره سعی کنه که ویدیو نسایی کنه که چی رقم است آلمان، مفهمه که چی رقم شدن شهرش برایشان نشان میده. هوا یک رقم انگار که باران هم تا به حال ما همیشه وقت شانس کردیم باش تازه به بعدش چرا خاموش اصلا نه آدم اینجا خود گوشا بگیره خوبه. دوستا الان داخل شهر هنو میشیم دیگه. خب از نگاه کن چرخم است شهر. البته بعض موقع خوب بخش کسایی که خرید لباس باید خریدهای بزرگ داشته باشین اینجا. البته همشهری موشما خیلی زیاد مغازه هم داره، نگفتن نه. اگه شد ماریم یگان تا همشهری رسید. آره امروز اگه کدام جای سر خوردیم برایشون یک کوتاه راجع صحبت مغازه‌دارا و دیگه چطوری هستن. داخل شهر دیگه اصلا دیگه تو پارک پلاس دیگه لب کوچه پیدا نمیتونی دیگه. باش دوستا یک چیز نگفتنم نه، اینج که باید داخل پارک پلاس باید پول پرداخت کنی. اینا مجبور چی کار کنی؟ باید که اینجا توگمر بزنی یک کارت میگه بیرون. سعی کن کارت بگیرم. نه یک سعی کارت اینجا بیرون. باید بگیری تا ببری ماشین پارک باید روی حساب مونه که چند دقیقه و چند ساعت بوده، نه به خاطر پولش. حتی دوستایی که چی هستن اینجا در کشورهای اروپایی یا در کشورهای هستن که خب بدون افغانستان میفهمن. البته با دوستا آماده هستیم که بریم تا شهر با هم ببینیم تا که ببینیم چی گپ هاست چی نیست.
مرتضی تلفنست پیاده شدی؟ بریم دیگه، بریم پیاده شدی. دوستمون بخیر رسیدیم دیگه داخل شهریم دیگه، منتظر باشین تا یک ویدیو درست کنیم، همراه باشین. تشکر. شهر با هم بریم. داخل شهر هستی وقتی که سال میلادی زیاد نزدیک میشه، پیش از سال میلادی یک 15-20 روز اینا داخل شهر یا داخل خانه خود، داخل خانه خلبته اینجی درختای سبز میله، اینجی درختای سبز میله، همینطوری لامپای قسم در شاویزان مونه، به خاطری که زیر از یا کدام هدیه میله بخش بچهای خود. مثلا که از ما شما کس افغانستان کس یک رواج دیگر هم داریم، نه کم متفاوته و الان اینا داخلای شهر کوچه ای که دارن سعی کنین رو اصلا بگیرین چیه، سعی کنین رو اصلا بهشون نشان میده. اینجا کس از این چیزای درختای سبز مصنوی میگیره، اکثرا زیادترش مصنوی دیگه، باز به یک رقم میگیره اینجا میچسبونه یا میکارن، نمیفهم چی رقم میکنین. اینا خودگونش مونن لامپای در آویزان مونه چون خوشگل نشان میده دیگه. باز ما همراه باشین، پاسپورت هم زیاده الان، باز میرفت میبینیم بازارش خیلی گرم چرم میشه. شلوغ هم میشه دیگه. میریم کلا میبینیم. من سعی پشتی از این شیشه رو سعی کنم چیزای بسیار بازار گرم چرم، کلی چیزا پشت شیشه گرم چرم. دوستا ببین اینجا این درختایی که هست، اینا درختای طبیعی است. شاخهای از اینا، بچه‌های از اینا چطور خوشگل لامپای درست کردن، ساخت کردن، چون اینا تقریبا از روی شبا دیگه نه روزا خاموش هستن، از روی شبا کلا نمیتونه چرغ میزنه. آجا روزا است. دیگه البته اینجا که هست، اینجا هم برای چی هستن بعض موقع میاد اینجا یگان وقت فلومارک میشن، فلومارک میشه دیگه، همیشه یه بازار میشه به حساب موشون میاد. بازار بسیار شده میشه، یگان چیز میفروشن. همین چیزای طبیعی خود آلمان که داخل خود آلمان چیز میشه، پیورمونن بخش فروش میرده این میرسونه دیگه. دوستا ببینید درختای دیگر اونا رو هم خودگون از نمیدونم چطوری اونا رو محکم مونده در زمین دیگه، خیلی کلان هم هست. اینا فکر کنم به حساب موشون درختای ناجوم میشه نه؟ نمیفهمم درخت. نه فکر کنم ناجوم میشه. فکر کنم ما دقیقاً نمیشناسم البته درختا را، ولی کوبم زناوریه. بسیار کشفش می‌بینیم. دوستا بازارایش گرم و چرم مردم ها ده تنگ و پنگ خودن دیگه، کلگی سرگرم. چی فرهنگ متضاد چی فرهنگایی وجود داره، سعی کنید اینجا سعی کنید سعی کنید مردم ها انسان ها رقم چیزا ولی. آره دیگه. اصلا نظر از تو سالی از اینا خوشگلی زیبایی از ما به شما. ولی هر فرهنگ هر کلتور از خودش خوشگلی خود داره دیگه. آره دقیقاً. چون که از ما شما که سال از ما سال ما شما در یک موقع خوب نمیشه نه؟ یا واقعا یک فصلیه که کلی چیز فصل برای تازه میشه. از ما که بهار دیگه مت سال نو که شد دیگه بهار بسیار یک حس حال خوب داره. ولی از یام زمستان باز از یام یک خوبه یخیه و گرم و چرم و بازارکایشو هم بد نیست. دوستا چند تصویر ببینه از شهری سرد. لا هوا سرد است. هوا زمستان دیگه بیشتر نمیشه. تا چی زمان سردی اینجا مورد زیاد؟ تا برج مرس نه؟ مرس نه فرای مرس. نه اپریل اما فرای مرس اول اپریل میشه. خودش یک مثال دارم که اپریل مخواست ویل. اپریل مخواست. اینی از الان دکان افغانی موبایل فروشی داره. شاید پاکستانی باشه. چی پاکستانی ها؟ افغانی اگر اینجا است موبایل فروشی داره. هم فهم عرفت موبایل هم هستن. وطنداران ماشاءالله جای فعالیت داره.
دوستامون کسی داخل یک پاساژ هستیم اینجا کسی لباس فروشیه مرتب زیاد شلوغی مردم کسی اینجا برای لباس خریدن من بیلال خصوص آخر هفته روزای شنبه جمعه اینجا خیلی زیاد شلوغ میشه اینجا لباس فروشی زیاد دیگه یک چند تا رستوران فکر کنم پایین هست دیگه یک جای خوبه جای بدی نیست مردم میدونن که اکثرا مردم خطای خمیر تنظیم میکنن دیگه آره دیگه اصلا برایشون نشان میده دیگه این طرف نشان میده که اینجا چی مغازه‌ای داخل از این پاساژ وجود داره چه رقم هست دیگه ببینید دوستا انجام تخفیف خورده اینجا البته اینجا نشته سال خونش قسم 50 چیز تخفیف داخلش مری نه تخفیف نه دیگه از قیمتش بالا میده خب جان یه دیگه خب بعض کسا خود گوش میفهمن خب بریم پیش میریم دوستا ببینیم پیش چه خبره چی گپه یا با ما همراه باشیم بریم پیش دوستا ببینید اینجا سکنسی اینا مصنویه کلا داخلش چی مونه خشن آویزان خیلی خوشگله یک بچهای کوچیک زیاد من اینجا عکس میگیرم یا بس کسا مادر پدرش من پالیش استاد میشه همه جایی عکس میگیرم خلاصا خوبه یک برای تفریحگاه یا اینکه آدم‌ها خرید با اینجا خب وقت خوب تر میشه بد نیست ولی داخل از این پاساژ خوب گرم هم هست نه آقا بیرون کسی خیلی سرد خوبه آدم گرم داخل اینجا میگه دوستا بریم اونجا به دیوارات کسی لامپای خوشگل آویزان کده مشکله دوستا کسایی که بچه داره اینجا رو خوب بلده چون که اینجا وسایل اسباب بازی بچه‌ها خیلی زیاده رقم مثلا رقم تراکتور و لودور و جرثقیل و خیلی خوبه اینجا البته ما چند نفر قبلا هم آمدم ولی چیزای خیلی خوشگل پیدا میشه اینجا البته کسایی که دمی خاص باید اینجا خیلی یک مغازه کلان به حساب شما داخلش هر قسم چی بازی بچه پیدا میشه چون هم قسمه از چند ساله از چند ماه رقم هر چیز داره تایلونگ داره چه رقمی این بچه از 0 تا 5 ماه میتونی رسال پیدا وسایل بازی داره از 5 ماه تا 1 سال یک رقم قسم لیول معمولا این چیزا مرتضی قیمتاش هم قیمت هم داره نه چنده باش تو چیه قیمتش یعنی کسی قیمتش بگه 55 یا 80 بوده 55 ده باز ارزان شده بعد دوستا ببینید این یک چیزا که اینی را اینا اصلا قیمت چسته 50 اصلا اینا کسی ریموتی هست نه اینا کسی فکر کنم میتونه پنجگان زیش تو اینش نه آفرین بیرون بچه خوب سرگرم اینجا چیزا هم داریم far from shallows. Baby, I'm all about it. Blinded by running, light me up. اینا کسی گوره آلمانی های خب از ما شمور میگره قنجقه رقم دسمالای میگره بستن قندول نه رقمون قندول میگه چی میگه نه بستم نه گواره اینا دبلش اینا رو بر تگمش میزنه شور بدی اینا چم خیلی خوشگله مثلا که چه رقم فکر کنم اینا یک دفعه اینطوری که بزنه زیرشی اینطوری شور خورده میره تا آخر اینا هم خیلی خوشگله البته اینا بچه کوچیک خیلی خوب نه هیچ بیش نه از اینج بگیره البته بخشه از نوما تا ما و بالا خوبه بچه شتابیت نه اینی هم خوبه کسی بغازم یک کسی سراغ جلیه چه خفق نمیشه بنزی نه
باش تابستان هم خوب شینو تابستان هم آه. خوبه. چون که دوستامون رفت پاساج از پاساج آمدیم پایین دیگه الان ببین درخت خوشگل ده چه خوشگل درست کرده دیگه ما یواش یواش برنامه‌مون به پایان میرسه دیگه میریم یواش یواش طرف خانه